اعداد 3 6 9 کلید درک قوانین جهان. نیکولا تسلا به عددهای 3 6 و 9 علاقه خاصی داشت و باور داشت که این اعداد کلید درک قوانین جهان و کائنات هستند. او به طور مکرر در نوشته‌ها و سخنان خود اهمیت این اعداد اشاره می‌کرد و حتی برخی از رفتارهای روزمره‌اش بر اساس این اعداد تنظیم شده بود. در ادامه به دلایل و رازهایی که تسلا برای اهمیت این عدد مطرح می‌کرد می‌پردازیم. جهان از نظر تسلا و ارتباط با اعداد. تسلا اعتقاد داشت که عدد 369 به صورت خاصی با ساختار طبیعت و جهان مرتبط هستند. او می گفت که این اعداد کدهای جهانی هستند و می توانند رازهای کائنات را آشکار کنند. در این دیدگاه این اعداد نمایانگر اصول ریاضیاتی پنهان در جهان هستند. عدد 3 در طبیعت و کائنات. عدد 3 در بسیاری از جنبه‌های طبیعت و زندگی انسان ظاهر می شود. مثلا ساختار سه‌بعدی فضا، طول، عرض، ارتفاع، یا مثلث به عنوان ساده ترین و پایدارترین شکل هندسی. بسیاری از مفاهیم اساسی مثل گذشته، حال، آینده یا تولد، زندگی، مرگ، اینا همشون ستایی هستند. عدد 6 و تکرار الگوها. عدد 6 در بسیاری از الگوهای طبیعی ظاهر می شود. ساختار شش‌ضلعی در کندوی زنبور عسل، تقسیمات زاویه‌ای دایره، 360 درجه‌ای بودن دایره، تقارن در طبیعت مثل دانه‌های برف یا ساختارهای مولکولی. عدد 9 و کمال ریاضیاتی. تسلا به عدد 9 به طور خاص توجه ویژه‌ای داشت و آن را عدد الهی می‌نامید. در سیستم دهدهی عدد 9 به نوعی نشان دهنده کاملترین عدد است. تسلا و رفتارهای مبتنی بر این اعداد. تسلا عادت داشت هر کاری را بر اساس مضرب‌های 3 انجام دهد. مثلا قبل از ورود به ساختمان 3 بار دور آن میچرخید. بسیاری از برنامه‌های را در ساعت‌هایی تنظیم میکرد که مضرب 3 6 یا 9 باشند. او حتی به چیدمان وسایلش با این عدد توجه میکرد. آیا تسلا واقعاً به رازی پی برده بود؟ تا به امروز هیچ مدرک علمی قاطعی وجود ندارد که نشان دهد اعداد 3 6 9 واقعاً کلید کائنات هستند. اما علاقه تسلا به این اعداد نشان دهنده نبوغ او در دیدن الگوها و اهمیت دادن به جنبه‌های پنهان و شگفت آور جهان است. انبوهی از حلقه‌هایی در طبیعت وجود دارد که توسط قانون دو برابری تشکیل شده است، مانند تقسیم سلولی. اینجا توجه فرمایید که اگه یک سلولی رو در نظر بگیریم از قانون دو برابری اطاعت میکنه که دو برابر میشه هر بار، شده 2 4 8 16 32 64 به این ترتیب. حالا اعداد 1 تا 8 رو کاری به اون نداریم، اما از 16 یک الگوریتمو برای این اعداد تکرار میکنیم. 1 به علاوه 6 میشه 7، 3 به علاوه 2 میشه 5، حالا 64، 6 به علاوه 4 میشه 10. این 10 رو اینجا دوباره تکرار میکنیم چون دو رقمیه. ما باید اینو تا جایی تکرار کنیم که به یک عدد تک رقمی برسیم. 1 به علاوه 3 میشه 1. خب حالا 128، 1 به علاوه 2 به علاوه 8 میشه 11. خب این 11 1 به علاوه 1 میشه 2. خب 256 میشه 13. حالا 1 به علاوه 3 میشه 4. میبینید که اعداد 1 2 4 8 7 5 اینجا تکرار میشه به عنوان یک دنباله که میبینیم در بین این اعداد 3 6 9 اصلا وجود نداره. خب اگر بخوایم قوانین دو برابری رو برای عدد 3 انجام دهیم، اینجا میبینیم که 3 در 2 میشه 6، 6 در 2 12، 12 در 2 24. خب الگوریتمی قبلی رو برای این تکرار میکنیم. 1 به علاوه 2 میشه 3، 2 به علاوه 4 میشه 6 به این ترتیب. 24 در 2 میشه 48، 4 به علاوه 8 میشه 12، 1 به علاوه 2 میشه 3. خب میبینیم که عدد 3 و 6 یک رابطه قطبی با یکدیگر دارن، یعنی آنها خودشان را
میسازند که گفتیم عدد سه رو اگر در کائنات در نظر بگیریم مثلا در یک انسان تولد، زندگی، مرگ که یک انسان خودش رو میسازه، یک انسان از یک انسان دیگه به وجود میاد. خب اما عدد 9 کجاست؟ ببینید اگه بخوایم روی عدد 9 الگوی دو برابری رو انجام بدیم میبینیم 9 در 2 میشه 18. حالا 1 به علاوه 8 میشه 9. 18 در 2 میشه 36. 3 به علاوه 6 میشه 9. در حلقه ای از عدد 9 زندان خواهیم شد. پس میگیم 9 همه جا هست و هیچ جا نیست. حالا یک مثالی رو اینجا، یک دوره کامل دایره 360 درجه میباشه. اگر هر بار زاویه رو نصف کنیم ببینیم چی رخ میده. 360 خودش 3 به علاوه 6 به علاوه 0 میشه 9. خب حالا تقسیم بر 2 میشه 180. 1 به علاوه 8 به علاوه 0 میشه 9. باز 180 تقسیم بر 2 میشه 90. حالا 9 به علاوه 0 باز میشه 9. اگه اینو تکرار کنیم مجموع اعداد میشه 9. آیا این راست تصادفی میباشد یا یک تقارن آسمانی وجود دارد؟ در نهایت عدد 9 در نظر تسلا به عدد الهی معروف می باشد که همه جا هست و هیچ جا نیست. توجه کنید اگه حاصل جمع اعداد تک رقمی از 1 تا 9 به غیر از عدد 9 با هم جمع کنیم عدد 36 به وجود میاد. اما عدد 36 طبق الگوریتم‌های قبل اگه انجام دهیم میشه 3 به علاوه 6 میشه 9. تسلا بارها اینو گفته بود که عدد 9 با عدد 36 برابر است. امیدوارم از کلیپ خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.